تصور کن رازهای نهفته در ذهن زنان، چیزی که اکثر مردم نمیدانند و شاید حتی خودشان هم کامل به آن آگاه نباشند. وقتی صحبت از میل جنسی زنان می شود، همه فکر می کنند که این موضوع همیشه یکسان است. اما حقیقت کاملا متفاوت است. تحقیقات روانشناسی نشان داده اند که زنان در سنین مشخص بیشترین سطح میل جنسی را تجربه می کنند. سن، تجربه، هورمون‌ها و حتی تغییرات روانشناختی نقش بسیار مهمی دارند. برای مثال، در سنین 20 سالگی میل جنسی زن بیشتر تحت تأثیر هورمون هاست و شدت آن طبیعی و بسیار بالا است. اما این تنها بخشی از داستان است. دهه 30 زندگی، یعنی بین 30 تا 35 سالگی، مرحله ای است که زنان به بلوغ روانشناسی و تجربه عاطفی دست پیدا می کنند. در این سن میل جنسی می تواند به اوج برسد، نه فقط به خاطر هورمون ها، بلکه به خاطر اعتماد به نفس، استقلال و تجربه های عاطفی و جنسی که باعث می شود لذت و کشش بسیار قوی تر شود. و جالب است بدانید که حتی بعد از 40 سالگی زنانی هستند که با تجربه، آگاهی و شناخت بهتر از بدن و ذهن خود میل جنسی بالایی را تجربه می کنند. یعنی هیچ محدودیت واقعی وجود ندارد. این مسئله ترکیبی است از جسم، ذهن و روان. پس اگر تا امروز فکر می کردی که میل جنسی زنان فقط در جوانی بالاست، اشتباه کرده ای. راز اصلی این است که میل جنسی یک مسیر تکاملی است، مسیر رشد و شناخت خود که با هر سال تجربه عمیق‌تر و جذابتر می شود. توجه کن، این فقط اعداد و هورمون ها نیستند. ذهن، روان، اعتماد به نفس و تجربه عاطفی است که بازی را تغییر می دهد. و وقتی اینها با هم ترکیب شوند، میل جنسی می تواند حتی از دوران جوانی هم فراتر برود. حالا تصور کن اگر این رازها را می دانستی، چگونه نگاهت به روابط، ارتباطات و زندگی عاشقانه تغییر می کرد.